حدیث بعدی که ما شما میخوانیم ابی امامه باهیلی رضی الله عنه روایت کرده قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ما شنیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که میگفت چی میگفت در رابطه با فضیلت قرآن اقرأوا القرآن شما قرآن را بخوانید فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه به خاطر که قرآن شفاعت کننده بر صاحبان خود در روز قیامت میآید. قرآن شفاعت کننده بر صاحبان خود میآید. یعنی چی؟ این به این معناست که قرآن برای کسی که صاحب قرآن باشه، صاحب کسی که هم صحبت قرآن باشه، در خوشی خود، در غم خود، در تنگ دستی خود، در فراخی خود، در تمام حالات خود با قرآن باشه. اگر مصیبت میایه با قرآن، اگر خوشی برش میرسه با قرآن، اگر چیزی را الله برش میته با قرآن، اگر چیزی را ازی میگیره الله با قرآن باشه، تمام اوقات خود با قرآن، عملش با قرآن، یادگیریش قرآن، تعلیمش قرآن، رساندنش قرآن، خدمت به قرآن، کل از اینا قرآن باشه. اینطور انسان الله سبحانه و تعالی دو دنیا باز قرآن شفاعتش میکنه. البته دیجا نگفته که شفیعا لقارئه، نگفته که قاریش شفاعت میکنه. چرا؟ به خاطر قاری قرآن امکان داره که قرآن بخونه به خاطر اهداف غیر، ولی صاحب قرآن هم صحبت قرآن است. اقرأوا الزهراوین، شما زهراوین سوره بقره و سوره آل عمران میگه. شما میگه این دو گل خوشبوی بخونین، زهرا گل، این دو گل خوشبو یعنی سوره بقره و سوره آل عمران شما تلاوت بکنین. فانهما یأتیان، به خاطر امی دو سوره میآیه یوم القیامت، در روز قیامت، که انهما چنان که اینا باشه غمامتان او که انهما غیایتان، یا مثل ازی که دو صف از پرنده هاست و یا هم مثل دو ابر است، او که انهما فرقان من طیر، و یا هم دو جمع از فرقه های پرنده ها می باشه. خب سوره بقره و آل عمران وقتی که میایه در روز قیامت به شکل دو ابر و یا دو تا سایه میایه و یا هم به شکل که جمع از پرنده هاست که بالهای خود گشوده. صوافت تحاجان عن اصحابه، در حال من که اینا چی میکنن؟ شفاعت میکنه از سایه میکنه بر بالای کسایی که اینا را تلاوت میکرد. اقرأوا شما بخوانین سوره البقره، سوره بقره را بخوانین. سوره بقره بهترین سوره است. فان اخذها برکتون، کسی که سوره بقره را اخذ کرد، یاد گرفت، به او عمل کرد، او را بر مردم رساند، مطابق به او زندگی خود عیار کرد، برکتون برکت گرفته. اخذ سوره بقره برکت است. و ترکها حسرتون، کسی که سوره بقره را ترک کرد حسرت کرد. حسرت چی معنا؟ کسی که پشیمان شد. ولا تستطيعها البطله، ایره توان استادگی در مقابل از ایره بطله نداره. بطله ساحر کسی که انسانای باطل باشه در مقابل از استاد شده نمیتونه، عبارت از ساحره. پس الله سبحانه و تعالی بر ما شما هم ایره کمک بکنه و که ما از اهل قرآن باشیم و سوره بقره و آل عمران و دیگه سوره ها را بخوانیم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال یقال لصاحب القرآن حال دیگه فضیلت بر صاحب قرآن یا بر کسی که هم صحبت قرآن است، بر از او چی فضیلت است؟ اینجا میگه اقرأ وارتقی، بخوان و بلند برو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو قرآن به ترتیل بخوان، منظم بخوان، با تدبر و تفکر بخوان، حرفایش درست بخوان، معانیش خراب نکو بخوان، چنانی که در دنیا میخواندی. کسی که در دنیا قرآن زیبا میخوانه، کسی که در دنیا قرآن تلاوت خوب میکنه، کسی که قرآن در دنیا تلاوت میکنه که با تجوید و ترتیل است و هدفشم رضای الله هست نه خوش ساختن مخلوق، الله سبحانه و تعالی برازی در روز آخرت باز امی قول میشه، گفته میشه که درش گفته میشه که بخوان و بلند برو. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اتر به ترتیل و به تجوید و به درستی و به تدبر بخوان که به دنیا ام قسم میخواندی. فان منزلک و یا منزلتک، در دیگه حدیث منزلتک آمده، عند آخر آیت تقرأها، نزد آخرین آیت است که تو قرائت میکنی. یعنی در جایی که میرسی اموجه چقدر که تو قرآن بیشتر بخونی و خوبتر بخونی امو قدر بلند میری. و آخرین حدیث دی جنبندی از عایشه صدیقه ام المؤمنین، مادر مؤمنان نه مادر منافقا،
نقل شده. عایشه صدیقه رضی الله عنها قالت، گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرره. کسی که مهارت به قرآن داره همراه با فرشته های عالی مرتبه هستند. منزلتش مانند فرشته های بزرگوار و نیکوکار خواهد بود. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. و اما کسی که قرآن میخوانه و لکنت زبان می داشته باشه، و زبانش درست تلفظ کردن نمیتونه، بعضی حرف صاد خوانده نمیتونه، بر حرف سین خوانده نمیتونه، بر حرف ضاد بعضی ها خوانده نمیتونه، هر کدام از اینا، و یا هم بعضی ها به طور مثال جمله را تلفظ نمیتونه، پس لکنت است، مشکل است. اینا که یاد میگیره و آموزش قرآن، تعلیم قرآن که یاد بگیره و بخونه، بر ازی سخت است. ده انسان چه له اجران، بر ازی 2 اجر است. البته به این معنا نیست که بر ازی 2 اجر داده میشه بازی از ماهر قرآن که بالاست، نه، او خو مقامش بالاتر است که الماهر بالقرآن مع السفرات الكرام البرره. پس اینجا برای کسایی که قرآن به سختی یاد میگیره، پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا را در حساب برشان بشارت میده که اینا مستحق 2 اجر میشه. الله سبحانه و تعالی رحمتش وسیع است، بر از اینا 2 اجر نصیب میکنه. انشالله که از او محروم نشه ما و نیت خود اصلاح بسازیم. نیت سازی خیلی چیز مهم است.